از دست دادن فرزند برای هیچ که آسان نیست. یکی سهمش انشالله باوری دارم که مردم دستگیری میکنه. گریه نکه مردم ما مردم غمخوار است. در دو فرزند نتونستیم امروز سهم فرزند داد. فرزند باید پرسات کنیم، جگر باید علیش کنیم. نه جگری خودم توری اومده یا جگری خودم میگم بتون شد. اگه التماس برادر سهم فرزند اگه ما می دو فرزند در زود بالا یک نر اومده. اگه خداوند اول و آخرش خداونده نه که شما هم سبب میشین. هم یک سمی که شما میپرتیم و سبب میشه. یا کسی بر تو دعای بد کرد کیست آخر کنه خواهد بچه ما. لرزه بر جان آید و گویم کنون چیست آخر اشتباهت بچه ما. من چی گویم تر نمیگردد دلم پیش چشمم بکن. فرزند سیمایی که نده بانسای نیست شروع نیست که ما مقصد میره ولی کدام ما مفگیم ندارم من شرایط ندارم ایران به شرایطین دو فرزند ما دست دادیم. نه فرزند سیمایی خداوند امتحان بده میگم که امیرا ما شما خواهش میکنم نه دستگیری کنین. هم خیلی کم بودم خانه رم دادم داشتم در بانک دادم با مولا دادیم امرا هم یک سمی شما مدت چیزی میکنم سبب میشود. التماس همین ویدیو را نگذارونه تماشا کنه. این ما مدتی 26 روز میشود در همین با اینستا استقلالم میام نمیجا پدرجانم نمیجا تو خواه قطع الویله مونده همیجا روز بالای اکرام آوردین انشالله که مردمان به طرف نیست. این باری اول نیست مردم ما صدها مرتبه ما را باور کرده چون شما رو ما را کمک کرده باوری داریم که جوانمردان بننگ و بناموس آنهایی که از این دنیاشون دیده قیامت و جنتشون زیادتر دوست ندارن شما را کمک میکنن. دکتر رو گفتن که ادا کنیم مقصد ما همین اپیراس شما را گذارونه. اگه مجبور شدیم که بالا اکرام برام خروج نرومد از برای خدا دستگیری کنیم و شما ندار میشیم. خداوند خودش نگهبانتون باشه.